بریم به سال 1390، جایی که وقت تلف کردن سوشا مکانی در لحظات پایانی بازی مقابل پرسپولیس به یکی از جنجالی ترین سکانس های تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد. بازی پرسپولیس رده پنجمی با تیم انتهای جدولی استیلازین تا دقیقه 90 1-1 پیش میرفت، اما در این دقیقه سوشا مکانی که گلر استیلازین بود برای وقت کشی خودش رو روی زمین انداخت و توپ رو به اوت زد. پس از اینکه او بلند شد، علی دایی سرمربی پرسپولیس که معتقد بود سوشا مصدوم نشده بود و وقت کشی کرده بود، به بازیکناش گفت که توپ رو به حریف پس ندن. اونا اوت رو بلند به درون محوطه جریمه استیلازین پرتاب کردند و شوت اشپیتیم آرفی به درون دروازه استیلازین رفت. بعد از این گل که دقیقه 95 زده شد، بازی به جنجال کشیده شد. سوشا مکانی در حالی که گریه می‌کرد به بازیکنان پرسپولیس معترض شد، سپس به سراغ آرفی گلزن پرسپولیس رفت و به همراه چند بازیکن استیلازین با او درگیر شد و در نهایت درگیری شدیدی بین بازیکنان دو تیم شکل گرفت.